در سوره توبه نفهمیده بسم الله گویی باید از نو خونی؟ نه، از نو نمیخونی. انا خلاص سوره توبه برای همگان معلوم است که در ابتداش بسم الله نآمده است و بسیاری بعضی از علما میگن پیش از سوره توبه که سوره انفال است میگه دوام سوره انفال است. بعضی ها میگن نه، مادامی که آغاز سوره از غضب الهی در نسبت مشرکا آغاز شده است، برای همین در اینجا بسم الله الرحمن الرحیم نآمده است. لیکن وقتی بسم الله هم که گفتین از سر نو خواندنش ضرورت نداره. برادر عزیز، آیا حضرت خضر علم غیب را میدانست؟ چون که در یک قصه شنیدیم که به حضرت موسی 3 چیز را تعلیم دادند. بله برادران عزیز و گرامی، آن تعلیماتی را که خضر به حضرت موسی داد میدانیم که علتش در چی بود. میگه وقتی حضرت موسی گفت که وقتی پرسیدنش که از تو در مقصد دانا و دانشمند و داناتر نزد خداوند کسی هست؟ گفت نیست. برای آنه که الله مهربان او را بدانانه که یعنی از تو ده هم باز دانشمندها و داناها هستند، الله مهربان حضرت موسی را به پیش خضر روان کرد. یک اشاره هم هست برای کسایی که بسیار غرور دارند، بسیار در علمشان تکبری دارند، بسیار ناپسندی دارند. یک اشاره به اونها هم هست که هر بیشه گمان مبر که خالیست، شاید که پلنگ خفته باشد. یعنی مقصد هیچ وقت این گمانها و این فکرها را نداشته باش، زیرا که مقصد تو یگانه و تو اون نفری را که در ذهن خود جا کهی که منم، تو اون نیستی. ولی او علمی غیب نیست برادر عزیز. او علمی بود که الله مهربان به خضر میگو و خضر انجام میداد. علمی غیب هیچ کس برادران عزیز، نه پیامبرها، نه ملائکه ها، نه حضرت خضر، هیچ کدام اینها علم غیب نداشتند. علم غیب فقط این خاصه الله است، این مال الله است برادر عزیز. برای همین کسی اگر از غیب گپ میزند شما وای باور نکنید. اگر گوید من غیب میدانم، وای مسلمان نیست. استاد سنت نماز بامداد رو خوانیم تا وقتی فرض در آمدن نماز نفل یا تهجد خوانیم؟ نه، تهجد اکو تهجد وقتش تا صبح دمیدن است. لیکن وقتی که نماز شما میرین صبح که دمیدگی باشد، شما دیگه تحیه مسجد هم خوانده نمیتونید یا شکر وضو هم خوانده نمیتونید، برای که اینا نمازهای نافله‌اند. در مذهب خودمون وقتی که صبح دمید فقط سنت خوانده میتونیم، نمازهای نافله را خوانده نمیتونیم. همچنان بین عصر شام هم همینه، بین عصر شام هم نمازهای نافله خوانده نمیتونیم. آیا موش، کلاس و دیگر جاندارهایی رو که در خانه است کشتنشان جایز است؟ اگر بینی که یگان خلل زیان میارد، البته موش کو در درون خانه که جا گرفت و حتما باید کشته شود، به خاطری که وای به حد زیان میاره. برای همین کلاس هم اگر به شرط میبینیم که امکانی از خانه بیرون کردنش نباشد، اگر کشت هم گناهگار نمیشود. نماز نفل را در کدام وقتا باید خوانیم؟ هر یک وقتی که برای بگیم وقتی مانع نماز نباشد، مثل نو آفتاب طلوع میکند یا مثل زوال، یعنی در بین آمدن آفتاب یا وقتی نزد غروبش، همین وقتا بگیم وقتای خواندنی هیچ نمازی نیست. یا نمازهای نفل گفتم از خیلی پیشتر، همین صبح که دمید تا آفتاب را آمدن ما نماز نفل خوانده نمیتونیم. یا اگر نماز عصر خوانده باشیم، بین عصر بین شام هم نمازهای نافله را خوانده نمیتونیم.
خب در جنازه روس‌ها اشتراک کنی جایز است، اگر به شرط روس‌ها برادران عزیز همسایه‌های شما باشند، رفیقای شما باشند، همکارهای شما باشند، شما برای یک تعزیه بیان کردن، یعنی به خاطری که مادرت گذشته، پدرت گذشته، شما اگر رفته در همونجا همچون نفر نزدیکی او، همچون همکاری او، همچون مقصد بگیم چی است همسایه او، وقتی میرین در همونجا میستین، رنگی چقدر در جنازه خودمان برای تعزیه میآیند. اگر کمبغل باشد یگان سومک یاردم که اینا یک بگیر مقصد انا در یگان کاربار زندگی صرف کو، اینها هیچ گناهی نداره برادر عزیز، اجازت های. استاد شخصی که مسلمان است ولی گناهگار او را به دوزخ میپرتایند، در آنجا دائمی میماند؟ نه، هر یک نفری که اگر در دنیا گوینده لا اله الا الله هست، این ابدی در دوزخ نمیمونه برادر عزیز. یعنی موافق که از کرده ها و گناه ها و لرزشش پیش الله مقصد عذابش میگیره، ولی ابدی در دوزخ نمیمونه، او حتما به جنت برمیگرده. استاد عزیز دخترچه 10 ساله را 10 ساله‌ام را 1.5 ماه پیش از دست دادم. آیا برای او عذاب قبر و پرسش منکر و نکیر هست و در حقش دعا کنید تا از عذاب روحی خلاص شوم؟ برای دخترکم بسیار عذاب میکشم. مادرای عزیز برای اینها شما عذاب نکشید، اینها یک شفاعت کننده در روز قیامت برای شما هستند. اگر اینها را در قبر هم پرسنم، ولی برای اینها خواهرای عزیز عذاب نیست، بلکه اینها برای شما یک دستگیر و یک شفاعت کننده در روز آخرت هستند. خداوند برای همه این مادرایی که فرزنداشون دست میتیند، خداوند صبر نصیب گرداند. بابا جان شما گفتید 5 وقت نماز را در وقتش خوانی، علاوه خصوص نماز عصر را. برای چی نماز عصر تاکید شد؟ چی خاصیت دارد؟ بله همون آیتی که حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطی، معناش همین است که شما 5 وقت نماز مقصد برپا دارید مگر نماز عصر. وقتی نماز عصر برادرای عزیز، وقتی گوییم که یعنی ببینید در حدیث ها آمده است که همین در حالت نماز عصر وقتی ما و شما در جماعت میستیم که ملائکه ها میآیند، ملائکه هایی که پیشتر آمده بودند، ملائکه های دیگر میان اینها را عوض میکنن و میروند تا اینها تا نماز عصر پگاه همراه ما هم، اینها ما و شما را محافظت میکنن، اعمال ما و شما را اینها برادر عزیز نظارت میکنن. برای همین یعنی یک حالتی هست که میگه وقتی پیش الله میروند، الله مهربان میپرسد که بندگان مرا در چه حالت بودند؟ میگه وقتی رفتیم در نماز عصر در جماعت بودند، وقتی که از پیشون آمدیم در نماز عصر در جماعت بودند. برای همین یعنی خاصیت ها و خصلت ها و فضایلش خیلی زیاده برادر عزیز. در بین 2 عید با آب زمزم نکاح کردن درست است؟ اگه آبی که در نکاح میمانند این عادت و عرف ما است. چی آبی که ما نمانیم برادر عزیز فرق ندارد، این عرف است. لیکن بین 2 عید نکاح کردن، توی کردن، اینا اگه گناهی نداره. نام اسلام چی معنا داره؟ اصلا به معنای تسلیمه برادران، یعنی تسلیم شده در دین اسلمه میگن. استاد آیا قصه جوان کردن زلیخا از طرف حضرت یوسف در قرآن هست یا این قصه حیوانی؟ در قرآن نآمده است که حضرت یوسف مقصد بعد آنی که با زلیخا برگشت و زلیخا را گرفت او جوان شد، این جوانیش نیست برادر. این یک از نقطه نظر همون معرخا تاریخ نویسا هست. دعای قنوت از کدام سوره گرفته؟ این دعای قنوت از سوره گرفتگی نیست برای این دعا هست برادر عزیز. این دعای هست که ما و شما باید این مقصد همیشه خوانیم، در درونش بی نهایت درون دعای قنوت
بنهایت طلبه ها و خواهش های خیلی نیکی وجود داره. این دعا هست برادران. خب آیا در قرآن سوره بسم الله هست؟ نه، سوره بسم الله نیست، فقط همین کلمه یا جمله بسم الله الرحمن الرحیم در سوره نمل، در سوره مورچه آمده است. همین را جناب امام حنفی ها بگه، مالکی ها، یعنی ایرا همچو آیت قرآن نمیدونن، لیکن شافعی ها و حنبلی ها همچون آیت قرآنش میدونن. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد جان جای کارم در دنقره است. از روز دوشنبه تا جمعه در همانجا بعد نماز جمعه به خانه می روم. در وحدت است. در همین حالت نماز در جمعه در همانجا، از روز دوشنبه تا جمعه در همان جایم. در وحدت، در همین حالت. این برادر ما ای وحدت بوده است، جای کارش در دنقره بوده است. یعنی مادامی که ما میگیم اگر 90 کیلومتر از این دم پایان هم گرفتن، بالا هم گرفتن، اگر به شرطی که ما و شما طی کنین، مقصد ما اگر به شرطی تا 15 روز باشد، ما نمازمون رو قصر میخونیم. یعنی اگر در دنقره می مرده خانه نداره، زن نداره، در همونجا نمازش قصر میخونه. لیکن خانه و زنش باشه، در همونجا پره میخونه.